سلام، چطورید رفقا؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی خیلی خفن و مشتی. اولین ویدیو با وبکم با سیستم رکورد شده و گیم پلی که با گوشیه. کلا این فیلم برداری اینا با سیستم رکورد شده و اینا. اولین ویدیو لانگی که من داخلش وبکم گذاشتم. حالا وبکم فعلا اسنپ کامراه، بعدا اوکیش میکنیم، صورت خودمون رو به نمایش میذاریم اینا. یه گیم پلی خیلی مشتی و خفن آوردم براتون، تعداد کیل بالا، مغز بازی اینا. بریم که ببینیم چه خبره. بریم سراغ ویدیو. لایک و کامنت و دنبال یادتون نره. زودتر به 100 نفری برسیم، کانالمون 100 تایی بشه. فعلا 2 نفر عضو داریم، سابسکرایبر، و شما بیاید عضو شید برسیم به 100 تا اگه امکانش هست. حمایت کنید ازمون با لایک و کامنت و سابسکرایب. بزرگترین حمایت شما از بنده هست. زیاد پرحرفی نمی‌کنم، بریم سراغ ویدیو. جایی که مهم باشه پاز می‌کنم ویدیو رو براتون توضیح میدم. اینجا یه دو دوری فکر کنم منو زدن، داشتم صحبت میکردم. یکم با یارمون صحبت کردیم. یارمون چی میگه؟ منم بازیم خوبه ولی اکانتم خوب نیست. ساغارته. به اکانت نیست آقا، این حرفی که یارمون زد به اکانت نی داداش. ما اکانتمون همش چیزای رایگانه. 8 تا یکی گفت من اصلا اکانتمو نگاه کردی؟ من یه دونه همه کانال رایگانه، همش همه کانال. انشالله میگیری داداش، انشالله میگیری. فدای تو. خودش هم احتمالاً ویدیو رو ببینه، ویدیویی که داره الان رکورد میشه. لینک کانال یوتیوب رو برای جفت رفیقامون فرستادیم. امیریکس جی زد 4. اینم باگ گوشیه متاسفانه. به به، چه باگ قشنگی هم داره ناموسن، خیلی قشنگه. اینه دیگه باگ گوشی حاجی. یه خبر خوش دارم براتون ویدیو بعدی میگم. میدونم ویدیو بعدی خودم تو میگم. یوتیوب زیاد میگردم. شرط داره داداشمون هم تو یوتیوب زیاد میگشت. گفتم منو میشناسی اینا. کسی ما رو نمیشناسه. تا ویدیو دادی بیرون، نه صحبت کردی نه کاری کردی. نه خدایی. و اتاق گیمینگ و اینا هم داری؟ نه بابا، اتاقی هر کی میگه تولید کننده محتوا هم میگه اتاق گیمینگ داری. داشت تازه شروع کردیم. اتاق گیمینگمون کجا بود؟ توضیحاتی در مورد گرافیک، سنس، نمیدونم هاد، اینجور چیزا داشتید؟ من که 2 انگشتی پلی میدم. من دروغی با بچه‌ها ندارم. 2 انگشتی پلی میدیم. گوشی، دیوایس، اینا همه رو براتون توضیح میدم ویدیو بعدی. هر کدوم خواستید کامنت کنید، مفصل براتون توضیح میدم. یه شورت ویدیو میذارم براش و همینا دیگه. بریم ببینیم ما چیکار میکنیم داخل بازی. فعلا 0 کیل. آره یه دونه از همسایه‌مون تاقی چهارمه. یه دونه از همسایه‌مون تاقی چهارمه گفتش. آره اونم 11. حاجی ناموسن امتحانا رو کی برگزار میکنن؟ یه دلی از عزا در بیاریم. هرچند بچه‌ها فیبر نوری، ما اون روز که زنگ زدم برای فیبر نوری نت درست شده. الان میبینید پینگ 50 داره ثابت میده، 50 55 اینا. اون روز من خودم زنگ زده بودم، فرداش دوباره پرید. و این تنظیمات کلا برای یه روزه. اختلال بین الملل هنوز وجود داره. بخوام براتون باز ویدیو رکورد کنم با نت گوشی با همراه اولینا میرم تا این فیبر نوری اوکی بشه. همه فیبر نوری هم فعلا مشکل دارن، چه مخابرات، چه آسیاتک، چه نمیدونم شرکت های دیگه، دولفین، اینجور چیزا، همه مشکل دارن. مال ما که آسیاتک. جی اس 86 برام. اینجا داداشمون داشت از فنش صحبت میکرد. ما هم گفتیم 5 سال گوشی داریم، فن اصلا نذاشتم براش. دیوایسمون که گوشی 2 انگشتی هم پلی میدیم اینا، تا حالا براش فن نذاشتم اصلا. یا گذاشتیم این چند وقته تازه. اینم چند وقته یه رفیقمون یاد گرفتیم. احتمالاً ویدیو بعدی ببینیدش داخل مچ. ازشون یاد گرفتیم میذاریم فریزر. داشت سوال. چه کار مسخره‌ای به نظر بیاد ولی خیلی جوابه. یه 10 15 ثانیه اول بازی یا 50 ثانیه 60 ثانیه اینا که میخواد مچ استارت بشه بیاد، میای داخل لابی، داخل همین محبت اینا داری غیر میخوری اینا، تا اون مچ شروع بشه میذاریش در فریزر. یه هنسفری هم میذاری گوشت، یه ایرپادی چیزی داری که مطلع بشی که مچ استارت بشه. اون بوقی که میخوره میای داخل بازی. من یه دونه‌شون رو فقط دوستم.
خیلی دوستتون دارم بچه‌هایی که از داخل کلاف اومدید، داخل همین مچ اومدید آها، کانال رو ساب آره کردید دارم. دیگه ویدیوها رو میبینید. یه ویدیویی که دوست فعلا ندیدید دیگه مسلما این داداش، ویدیو دارید دارم. میبینیدش نمی‌تونی منو خودتون داخلش مفبری کنید. بودید. سیو تکم بیاد باز جمع میکنم. من مافانم. خب بگو قرآن. ماهانی منم محمدم. چاکر شما. آی دندان است. راستی اسمم براتون گفتم من محمدم ملقب به آی دندان. احتمالاً لقب رو عوض من کنیم، اسم کانال رو عوض کنیم اینا. حالا این بعد ببینیم چطور میشه. این اتیکه من یه نکته براتون بگم. هر وقت میبینید یه نفر آقا اومد لند کرد پیشتون یا بکتون یا جلوتون، اولین کار میخوابی، نمیدونم دراپ شات بهش میگن چی میگن، دراپ شات سری میخوابی اونجوری بهش تیر میزنی، چه بمونی چه کم کنی احتمال خوردنت خیلی زیادتره تا اینکه بتونی طرفو بزنی. من اینکه گان خوب داشته باشی. من اینجا اومدم زمین دیدم اشتیار دست اشتیار اسنایپ بود، دیارچ شرمنده چند وقتی نطاقت بوده اینو یادمون رفته، دیارچ دستمه. اومدم اصلا کاری به طرف سطح بازی اسکین اینا نداریم، اصلا هر کسی که بود تو اصلا بگو بات، من داخل این مچ باتم حتی براش دراپ شات زدم، نمیدونم اسمش دراپ شات چیه. خلاصه اینطوری میزنیشو خیلی ایزی پیزی نه اون میزنی تو اسم گوش قدیم طرف. نظرم بهتره. همین گانای داخل الان بازی اراده اونایی هم که به کنم من نظرم باف شدن کوچه دیارچه زیاد خیلی خوب کوچه میزنه. زیاد دارم. نه اراده کنم همه میتونم میام فالووره. داداشمون گفت همه بازی رو میارم کننده ها فالوور، رو 2 من نفر داداش فالوورم. اونام خودی ان، شما نیستی سلطان. بیایید فالو کنید. حالا لینک ویدیو رو میذارم براتون داخل روبیکا، چنل روبیکا اونم بچه‌ها میذارم این زیر، جوین بدید حتما اگه دوست داشتید کسایی که دارید میبینید. بیاید اونجا کلی با هم صحبت میکنیم، نظرسنجی، نمیدونم راست پروفایل میگه کانال، اسم ویکند کانال، اینجور چیزا، رفته. محتوای کانال، هر چیزی که شما بخواید من براتون میذارم. پیوی خودم هم داخل چنل سنجاق شده داخل روبیکا، میتونید پیام بدید، سوالی نکته چیزی داشتید ازم بپرسید تا جایی که بتونم انجام میدم براتون، جوابتون رو میدم. دستمون خورد وارزون دوباره فکر این نمیاد. چیز ویدیو اومد. این ویدیو بچه‌ها من امکاناتی ندارم که بتونم همین موقعی دارم صحبت میکنم براتون ضبط کنم، متاسفانه امکاناتش جور باشه مخلص شما هم هستیم، ضبط میکنیم پلی میدیم. واقعا حالا میبینی اینجا لگ درست بودیم، کن. لگ آنچنانی هم نمیدونم من لگ آنچنانی هم نمیخورم تو اینجا، چرا لگ شدن یادم نیست، نمیدونم. ازت پر حرفی نکنیم بچه‌ها، ببینید چیکار کردیم. میای بالا یه دونه اسلاید بک میزنی، اینجا آرمور میزنی، میری پایین، دو تا یارات مردن، خودت یه یار نصف نیمه، یاری میره بالا، دور زیپلاین رو میگیری میره بالا. جهانی حرکت خیلی دوست داشتم ولی آخر سر میخوری از سمت چپ. بشین. منتظر بودی جمع کنم ولی ممکن انصافا بازی 2 بار. کجا ولی اینجا داشت ازم میپرسید واقعا بروکن مرده، نمیدونم ولی صداش اومد یا نه، ولی گفتم ممکن نه الان انصافا برگشته بازیش داره خیلی وارزون پلی خوبه. میده، همونجوری که از شما خودتون کلاس. میدونید نگاه میکنید، نمیدونم حالا کسی اصلا ویدیو منو نگاه میکنه اینا، چیزی ندارم فعلا، بریم پایین ببینیم. نظری ندارم، نمیدونم ویدیو بازدید بگیره نگیره اینا. یارو ولی خط کسایی که گرفته، یارو خط میبینن یا گرفته. مثلا نه کالاف اینا رو نه دنبال میکنن میدونن چند دورکن درست نداری. برگشته، حالا کالاف هم پلی میده، وارزون هم وایس ویدیوشو دوتایی گذاشته، راش ویدیو شد. شورت میذاره. یک دو سه گفتم برو. نیدال برو کردی برو پایین برو. اینجا یهو دراپ شات میزنی جان. اینجا یه دونه شاتگان برداشتم که یارم حاجی، فقط ببینید چه وانشاتایی، ناموسن وانشاتا رو دریابید، حال میکنید، اصلا جیگر آدم حال میاد با این وانشاتا. ببینید وانشاتا وای وای رو. وای وای اینجا چه فلوقه. چی داشت؟ خب اومدم. حالا دیگه بریم بالا. بابا این چی از این اندازه. او یارو اونور یارو اونور یکی بالا هست. کاورش بود. بشین اونا هاشش. چیزی گفتم. برو پایین برو پایین برو پایین. باش. بابا برو کنار. 117 متر قدیمی ازت. عجب 117. وانشاتا رو دریافتید واقعا، نه ناموسن وانشاتا رو دیدید، ریوایو حال بسته. کردید. یه چند لحظه با بیرون صحبتی داشتم، هم صدا اینا نیاد تو آرمور میکروفون، یه آرمور چند لحظه رعایت کنید.
آره همین دیگه. 117 همین یارمون شماره 4 مرد، ریوایو بسته عجب شد. یه 117 117 بود اونا رو زده بود. همین دیگه. سمت چپی که رفت پایین اسکین نیکس لژندری رو داشت. رفت پشت دراپ. یه بلند نید شد، میندازیم بلند ببینیم نید. میخوره بهش. نمیخوره. مسلما نمیخوره. خب میریم پایین درگیره. میاد الان از این پایین از این گوشه از این سنگا میخواد بره داخل. میریم پشت سرش که بزنیمش. متاسفانه بعد جور فرار میکنه. میریم پایین. این رفتن پایین حتما باید رایفل دستت باشه. حتما، چون یارو دوره نزدیک دره. زونم اینجا جمع شده. باید یه دونه رایفل بگیری. داش میگرفت روم زون آخره. سری بک میدم داخل. حالا زونگیر شم زونگیر نشم باید بیام داخل در برم از دستش. خب میدونم این بالا کمپ صدا پاشو دارم میگیرم داخل این خونه. میام جلو. یه دونه واسه ایودا میگیره روم. یه دونه اسلاید تپ. ناموسن که یارمو داری. ناموسن که یارمو داشتی. 117 شو برمی‌داریم میریم راشه یاراشو بدیم. 2-3 یاراش هم بالا سل هاوسن. ببینیم چطور مچ جمع میکنیم. بچه‌ها حمایت کنید. هفته‌ای 2 تا ویدیو داریم داخل یوتیوب. داخل آپارات هم براتون میذارم. حالا لینک آپارات نمیدونم بذارم براتون یا نذارم. داخل آپارات هم فعالیت میکنیم ولی دیگه بیشتر فعالیتمون داخل یوتیوب خواهد بود. داخل آپارات آنچنان تعریفی نداره. حالا آپارات نمیدونم. معلوم از اینجا شما من حرفی در مورد نظری انتقاد چیزی در مورد آپارات ندارم. ولی خب اونجا زیاد بازدید نمیگیره. به نظرم یوتیوب بیشتر محتوا بازدید بگیره. بچه‌ها دوست داشته باشن اینا. گوشی اونقدر لگ نیست. فکر کنم ویدیو لگه. ولی چیز خفنی شد این مچ. چیز مشتی خفنی در اومده. یارو این بالا با چست خط گرفته. یه دونه میریم جلو از گوشه بدنش یه دونه که میزنیم. یه خرگوشی میاد داخل. نمیتونی جمع کنی. خب یهو برمیگردی با 117 میگیری رو طرف با هر گانی که داری. شاتگانت نخورد سری بک میده. شما شما نازم جان. انرژی هم تیمی هم خیلی مهمه. انرژی نمیدادن من نمیتونستم بزنم. یه شات یه اسلاید یه شات دیگه. آخری هم که زونگیر میشه. یارو یه چیزی گفت. آخری هم زونگیر میشه. خیلی ممنون تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. لایک و کامنت و دنبال یادتون نره تا ویدیوی بعدی. فعلا بای بای. تو درد و فرتی و پد نمی کردم تو اگه دوستم داشتی. الان اینا اینجوری زد نمی زدن تو اگه دوستم داشتی. اینم از ارث تو زد نمی خوردم تو اگه دوستم داشتی.